تا جایی که می توانید سفر کنید، به دوردست‌ترین جاهایی که می توانید بروید، تا زمانی که می توانید. یادتان باشد زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست. با ما هم سفر شوید به خطه سرسبز کردستان، شهر زیبای مریوان. استان کردستان یکی از استان‌های ایران به مرکزیت شهر سنندج است که در غرب کشور ایران واقع شده است. ما امروز به غربی‌ترین شهر استان کردستان، شهرستان مریوان سفر می‌کنیم. با ما همراه باشید. به طور کلی آب و هوای مریوان سرد و کوهستانی است. این شهر یکی از پرباران‌ترین مناطق غرب کشور میباشد. پل گاران یکی از بناهای تاریخی استان کردستان و در نزدیکی شهر مریوان واقع شده. این پل بر روی رودخانه‌ای به همین نام بنا شده است و یکی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان مریوان است. با سفر به این شهر یکی از موضوعات جالبی که دیدیم استفاده از سه‌چرخه به جای وسیله نقلیه برای حمل بار بوده است که هنوز هم رایج است. کلانه یکی از غذاهای سنتی مریوان است که بیشتر در فصل بهار پخته می شود. این غذا همراه با دوغ سرو می شود. تهیه آن نیز راحت است. خمیری نازک را پهن می کنند و روی خمیر را با مقداری پیازچه یا پیچک خرد شده می پوشانند و بعد لایه خمیر را بر روی این مواد برمیگردانند و در انتها تمام سطح خمیر را با روغن حیوانی یا کره چرب می کنند و این را روی ساج به خوبی می پزند. ویژگی غالب لباس‌های کردی رنگ، گلدوزی و تزیین با گل و نخ‌های براق است. برجسته‌ترین لباس کردی زنانه کاوا یا کراس است. علاقه به لباس کراس آنقدر شدید است که تقریباً همه زنان در زندگی روزمره خود نیز این لباس را می‌پوشند. روستای دره توفی از توابع بخش مرکزی شهرستان مریوان در استان کردستان به شمار می‌رود و به روستای لکلک‌ها شهرت دارد. در کنار دیگر جاذبه‌های گردشگری و طبیعی، این روستا میزبان لکلک‌هایی می‌شود که در مسیر کوچ خود به مناطق گرمسیری در عربستان و جده در این مکان اتراق می‌کنند. این پرندگان که اهالی روستایی آنها را حاجی لکلک یا حاجی لقلق می‌نامند، با وجود رفتار مهربانانه روستاییان بر بالای تیرک‌های برق و درختان بلوط خانه‌سازی می‌کنند. همین موضوع موجب شده است تا روستای دره توفی به یکی از مقاصد گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی شود. در مسیر گشت و گذار در روستا به نکته جالب در ارتباط با بازیافت زباله‌ها برخوردیم. بازیافت زباله‌ها در این روستا به طوری بود که هر خانوار موظف بود یک سطل زباله نسبت به تمکن مالی خود تهیه کند تا از ریختن زباله در دل طبیعت جلوگیری شود. دریاچه زریبار یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین ایران است و از معروف‌ترین و زیباترین جاذبه‌های طبیعی غرب کشور محسوب می‌شود. دور تا دور دریاچه با کوه‌های زیبا از درختان و مراتع احاطه شده است که جلوه‌ای منحصر به فرد به این دریاچه می‌دهد. آب دریاچه زریبار از چشمه‌های جوشانی که در کف آن قرار دارد و از آب باران و برف تأمین می‌شود. دریاچه زریبار یکی از محل‌های بسیار مناسب زیست پرندگان در غرب ایران است. در این دریاچه پرندگان مختلفی از جمله اردک سرحنایی و سرسبز، انواع چنگر، پرستوهای دریایی و کاکایی هستند.